سلام دوستان، به اولین ویدیو چنل اسپورت خوش اومدین. چالش 1000 تا شنا قرار انجام بدیم در عرض 1 ساعت و نیم. اینجا تایمر هست 1 ساعت و نیم. من آقا یکم تجربه تر کردم، دیدم که یا میشه 5 تا بریم 200 ست بریم 5 تایی، یا اینکه 125 ست بریم 8 تایی، و یا اینکه 100 ست بریم 10 تایی. به نظر من 100 ست بهتره. 1000 تا شنا در ضرب 100 1000. خب شروع کنیم. این از تایمر میزنم، شروع کنیم، میشمارم. این از تایمر شروع شد. خب اولین ست رو میرم. اولین ست 99 ست موند. حتما حمایت کنید ازم، خیلی ممنون میشم. لایک، کامنت، سابسکرایب کنید. خب ست دوم چالش های دیگه هم هست که اگه بخواین میزنم. چالش بار فیکس، چالش درازش، حالا هر چی که بخواین. خب ست سوم رو میرم. خب ست چهارم. چهل تا. مدت زمانم 3 دقیقه است گذشته تقریبا. پنجاه تا شد. راستی به خاطر اینکه توی چنل فعالیت نمی‌کنم، اینه که امتحانات خودت ماه نزدیکه، یکم مشغول درگیر امتحانات هستم. به خاطر بعد امتحانات حتما فعالیت ادامه پیدا میکنه. خب ست ششم. شصت. خب 70 تا رفتیم. چند ساعت؟ 5 دقیقه گذشته. 70 تا تو 5 دقیقه. نه فیلم میگیره. میگیره. ست هشتم 80 تا میرم. هشتاد تا. 90 تا میرم. 3 4 5 90 تا. خب ست دهم میگم که اگه اینم برم 1/10 چالش رو رفتیم. وای 1/10 تقریبا 7 دقیقه است که گذشته. حتما کامنت بذارین، خیلی ممنون میشم. لایک هم یادتون نره، سابسکرایب خیلی ممنون.
1/10 چالش انجام شده. 100 تا رفتم، مون 900 تاش تو 9 دقیقه تقریبا که 100 تا رو رفتیم. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به شب و روز. تو خراب کردی همه چیز و ولی هنوزم تو عشق منی. اگه یه وقت دلت گرفت قول بده به خودم زنگ بزنی. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به شب و روز. تو خراب کردی همه چیز و ولی هنوزم تو عشق منی. اگه یه وقت دلت گرفت قول بده به خودم زنگ بزنی. دیوونه بدون تو من از اینجا نمیرم، دیوونه بدون تو نمیتونم میمیرم. یادت رفت که قول دادی بمونی تو همیشه، دیوونه بدون تو نمیتونم نمیشه. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم یا من انرژی ندارم یا بدنم نمیکشه، هنوز آمادگیشو نداره. شاید همین تمام بسته. خب نتیجه میبریم که چالش 1000 تا شنا در حد ما نیست، چالش مثلا 300 تا شنا رو داریم دیگه. واقعا احساسشون نمی کنم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو بدین، حتما حمایت هم کنین. خیلی ممنون، متشکر میشم ازتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.